میدونستی جذاب ترین دخترای روی کره زمین یه خصوصیت مشترک دارن که خیلی مهمه که باعث میشه مردا به خاطرشون بمیرن، هر کاری بکنن، اینقدر تلاش بکنن تا اون دختره رو به دست بیارن و تو رابطه نگهش دارن. و تو هی از خودت میپرسی که این دختره چی داره که مردا اینقدر عاشقشن، اینقدر براش خرج میکنن، اینقدر براش وقت میذارن، سفر میبرن، سورپرایزش میکنن، میمیرن براش. چرا؟ مهمترین خصوصیتی که این دخترا دارن اینه که هر لحظه آمادگی ترک رابطه رو دارن. یعنی مثلا من یه پارتنری دارم، دوستش هم دارم، رابطه خوبی هم با هم دیگه داریم، اما همین لحظه اگر در وارد بشه بیاد تو و بگی که عزیزم ما دیگه نمیتونیم با هم ادامه بدیم، بهتره تموم بکنیم، من اینجوری هم که باشه تموم بکنیم. با خودم میگم که اوکی، حالا یه اتفاقی افتاده و نتیجه‌ای که رسیده بهش اینه که خب با هم دیگه تموم بکنیم. اوکی، همین. یعنی هیچ ترسی از اینکه رابطه رو ترک بکنم، تموم بکنم ندارم. خیلی راحت میذارم و میرم. مردها دیوونه همچین زنهایی هستن و به خاطر همین هم هست که کلی براش خرج میکنه، سورپرایز میکنه، سفر میبره، نمیدونم قرارای عاشقانه برنامه‌ریزی میکنه، هر کاری از دستش برمیاد براش میکنه که این دختر رو تو رابطه نگه داره، به خاطر اینکه میدونه حتی و بعد از اینکه به دستش آورد وارد رابطه شدن هم امکان داره که این دختر رو دوباره ول کنه بره. پس همچنان تمام تلاشش رو میکنه. اینجوری نیست که بعد از اینکه به دستش آورد دیگه تموم بشه تلاشش. نه، این تلاش ها تا زمانی که این دختر همین مدلی بمونه ادامه خواهد داشت. و کدوم دخترها همچین خصوصیتی دارن؟ دخترایی که خودشونو دوست دارن، عاشق خودشون، اعتماد به نفس دارن، حالشون با خودشون و تنهاییشون خوبه، از تنهایی نمیترسه، از جدایی نمیترسه، به خودش تکیه کرده نه به کسی دیگه‌ای. طبیعتا همچین دختری خیلی جذابه. میخوای تو هم به همچین دختری تبدیل بشی؟ حتما کپشنو بخون.